به نام خدا، درود بر شما دوستان عزیز. در رابطه با ریسک حساب‌های شخصی و تبدیل اون به حساب‌های تجاری در این ویدیو میخوام اطلاعاتی خدمت شما ارائه بدم. تا پایان ویدیو لطفاً همراه من باشید و اون لایک رو هم بزنید که انرژی مضاعفی به ما بدید در تولید ویدیوهای آموزشی بیشتر. ببینید، اولا بدونیم حساب تجاری به چی میگن. حساب تجاری یعنی حسابی که ضمیمه پرونده مالیاتی میشه. مثلا من کسب و کاری دارم، رفتم درخواست دادم، یک کارتخوان برای اون کسب و کارم گرفتم. اون حساب من ضمیمه پرونده مالیاتی است و به اون میگن حساب تجاری. از نگاه مالیاتی هر ورودی و هر تراکنشی که به عنوان ورودی به حساب تجاری لحاظ میشه درآمدی محسوب میشه، مگر اینکه مؤدی بتونه با اسناد و مدارک خلاف اون رو ثابت کنه. پس دوستانی که کارتخوان دارن اینجا باید هوشمندانه عمل کنن، صرفاً درآمدهای اون کسب و کار رو بیان از طریق اون کارتخوانشون یا اون درگاهشون به عنوان واریزی به حساب لحاظ کنن. غیر از این مثلا طلب شخصی داره از یک بنده خدایی که هیچ ربطی به کسب و کارت نداره، هیچ وقت از طریق اون کارتخوان تصفیه حسابش انجام نده. و اما حساب شخصی، حساب‌های شخصی شما، ببینید اینجا مالیاتی دو نوع محدودیت اعلام کرده. حالا محدودیت اولی که مالیاتی اعلام کرده برای حساب‌های هر شخص به عنوان ورودی که میگیم یعنی واریزی‌ها از طریق کارتخوان میشه، از طریق پایا، شبا، حتی نقد شدن چک به حساب، اینا منابع ورودی هستن. میگه این ورودی‌ها نباید بیش از 100 تا ورودی در ماه برای همه حساب‌های اون شخص و بیش از 35 میلیون تومان باشه. یعنی این دوتا شرط همزمان با هم اتفاق میفته، یعنی حساب‌های شخص 100 تا رو رد کنه، 100 تا ورودی رو رد کنه و 35 میلیون تومان واریزی رو هم رد کنه. این یعنی ممکنه این حساب‌های شخص ریسک تجاری بودن روش اتفاق بیفته، یعنی ممکنه از حساب شخصی به حساب تجاری تبدیل بشه. و عموما دیدیم که برای افراد پیامک از جانب سازمان امور مالیاتی ارسال میشه که شما حسابتون تبدیل شده به حساب تجاری. این مورد اول. و مورد دوم که محدودیت مربوط به صرفاً کارت به کارت هستش. 200 مورد ورودی یا 1 میلیارد تومان از لحاظ مبلغی به عنوان ورودی. اینجا یا هست، یعنی یک کدوم از این 200 مورد یا 1 میلیارد تومان واریزی اتفاق بیفته، اون ریسک تجاری بودن رو میطلبه و از جانب مالیاتی امکان داره که این حساب شخصی تبدیل به حساب تجاری بشه.